امروز من گفتنی هستم که ما هر سال یک در آخر سال یک جمعات میگذارانیم که در این جمعات کارهایی که کردیم و میخواهیم کردن در سال آینده همینا رو به نقشه گرفته و شرکت های توریستی با اشتراک شرکت هایی که از در ریسپوبلیکای ما هستند و یا قطعی همین جمعات رو میگذارانیم. امروز جمعات بخشیده در آن است که بسیارتر همون درباره ساختن یک سازمان، این سازمان هم که یک شرکت توریستی ملی، این هم که در بخش با همکاری که دولت و هم بخش خصوصی این باشد. اگر خیلی خوب میشد اگر این را اگر ما سازیم، ممکن این را ما سال 2015 ساخته تمام نکنیم، ممکن این را ما 2016 سازیم، لیکن این را ساختن لازم. برای چی؟ برای که در بطن دنیا این چیز هست.